در منطقه راکی ماونتن حیات وحش غوغا میکنه. موشهای کور که بینایی کمی دارند به دور دست ها نگاه میکنند، ولی چون بینایی آنها کم است چیزی نمیبینند. موش کور نشسته است، پرواز را علامت ممنوع میزند. او که بسیار خرسند و مفتخر است از این اکتشاف بزرگ و این توانایی عظیم در حس شامه خود، رهگذران را نگاه می‌کند. نگاه طعن آلود او به رهگذران و نگاه کنجکاوانه او بسیار عجیب است. پشمهای او را برای مقابله با سرمای زمستان فجیع منطقه آماده کرده است. سختی طبیعی این منطقه که تنها گونه‌های جانوری بسیار قلیلی می‌توانند از آن غلبه کنند و این سامور آبی یا موش کور دریایی یا خرس کوچک یکی از آن گونه است که از گونه اکتالوپولوس امبلموس که گونه کوچکی از خانواده خرس‌های قطبی می باشد. صبر، تأمل و نگاه نافذ از ویژگی‌های منحصر به فرد او می باشد. و وقتی عصبانی می شود آواز می کشد و میگه برو پی کارت ای بشر. به انسان دو پا نگاه می کند و روی دو پا می ایستد و نگاه او نشان دهنده این است که من هم دو پا می توانم. اگه خسته شده است میشه من میخواهم بروم و کارهای روزانه خود برسم. بنابراین این گونه جانوری را در این طبیعت بکر و بی‌نظیر راکی ماونتن تنها میگذاریم و با امید زمستانی سخت و دلپذیر که تمام پهنه از هستی از برف پوشیده است خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.